فرودگاه شهر دوشنبه زاده و ساکن پایتخت سفروف نظرالله سیداللهویچ را بر اساس ماده های 249 قسم 3 بند گ 3 مورد روزانه با رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی و 32 قسم 3 104 قسم 2 بند ای 3 سوی قصد به آدمکشی به نیت غرضناک مربوط به روزنی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار شناخته به 16 سال محبس نظامش سخت محکوم کرد. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 8 سپتامبر سال 2022 با نشر تفصیلات این پرونده خبر داد که نظرالله سفروف در اول ماه نوامبر سال 2021 در بین همگی 5 روز 2 فروشنده مغازه و 1 راننده تاکسی را با مقصد غارت پول و مال آنها کشته نشده است، ولی قربانیان با امر تصادف زنده ماندند. سفروف در 2 مورد به فروشنده مغازه شکرانه در کوچه نعمت قربایف و راننده رخش تاکسی با تبر حمله آورده به ضد فروشنده مغازه مین مارکت در کوچه جومی از کلید گاز گرانوزن استفاده برده است. بنا به گزارش دادستانی نظرالله سفروف سانه 20 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 23 دقیقه با مقصد به دست آوردن مبلغ برای راهزنی با تبر آهنی در دست با بهانه خریداری کردن از فروشنده محمدوف خواهش می نماید که به او انگور برکشد. فروشنده محمدوف سرگرم برکشیدن انگور می شود و در این لحظه سفروف از فرصت مناسب استفاده برده از جزدانش تبر و برآورده به محمدوف هجوم کرده 1 ضربه به پشت سر او میزند. در نتیجه محمدوف به زمین افتیده از هوش می رود. بعدا او محمدوف را کشاله کنان به نزد خزینه آورده از داخل خزینه مبلغ 4000 سومونی را می گیرد. هنگام از داخل خزینه برآمدن او می‌بیند که محمدوف به هوش آمده است و با مقصد به قتل رسانیدن با تبر 4 ضربه دیگر به سر و رویش میزند که در نتیجه محمدوف باز از هوش میرود. همین طور نظرالله سفروف تکرارا با مقصد به دست آوردن مبلغ برای روزنی سانه 6 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 2 شب از نزد داروخانه گرند ماشین شرکت مسافرکشانی رخش تاکسی رقم قید دولتیش 9266 تا 05 تحت اداره راننده صاحب نظرف مرودبک که رو کرده با مقصد عملی نمودن نقشه تحریزی کردهش مخصوص در نشستگاه عقب در پس راننده نشسته فرمایش میدهد که به سمت کوچه نعمت قربایف حرکت نماید. در راه او مخصوص جای مناسب یعنی به آدم را انتخاب کرده هنگام به نزد بنای رقم 92 کوچه نعمت قربایف رسیدن از راننده صاحب نظرف طلب می نماید که افت را نگاه دارد. هنگام در نقطه فرمودهش توقف کردن او از امکانیت مناسب استفاده برده با تبر آهنی به صاحب نظرف هجوم کرده در مجموع 3 مرتبه به پشت سرش میزند که در نتیجه او جراحت جسمانی میبردارد، ولی راننده خود را محافظت کرده از دست سفروف تبر را کشیده گرفت و از ماشین بیرون میشود. در نتیجه سفروف به مقصد ناپاک خود نرسیده از جای حادثه فرار میکند. سفروف تکرارا بازم با مقصد به دست آوردن مبلغ برای راهزنی سانه 7 نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 16 وارد مغازه فروش خوراکواری مینی مارکت در کوچه جامی به نوع رقم 8 شده از فروشنده آن کریموف خسروشو خواهش می نماید که به او پیچینی برکشد. فروشنده کریموف سرگردان برکشیدن پیچین شده سفروف باشد از فرصت مناسب استفاده برده از جیبش کلید گازی حجم خرد با خود آوردهش رو برآورده دیده و دانسته که کریموف بیخبر است نهانی به وی هجوم کرده زیاده از 10 ضربه به پشت سرش میزند. فروشنده کریموف خود را محافظت کرده از جایش برخیسته امکانیت نمیدهد که سفروف بازم وی را زیر التکوب قرار دهد. در این لحظه میزاجان وارد مغازه شدند و سفروف ترسیده به مقصد ناپاک خود نرسیده از جای حادثه فرار میکند.